آقای قالیباف، بنده میخوام خارج از موضوع صحبت کنم و خواهش میکنم شما هم توجه بفرمایید. امام در یه جایی میفرمایند در قضیه تصویب و کاپیتولاسیون میفرماید من به آنهایی که مخالفت کردند این حرف را دارم به آنها که چرا خاک بر سرت نریختی، چرا پا نشدی یقه این مرد که را بگیری. همین مخالفم، هی تعارف این همه تملق، مخالفت این است. باید هیاهو میکردید، باید میریختید وسط مجلس، باید به هم میپریدید. نگذارید این مطلب به صرف این که من مخالفم درست میشود. با این قانونی که گذراندند به اصطلاح خودشان، ما قانون نمیدانیم، ما این مجلس را مجلس نمیدانیم، ما این دولت را دولت نمیدانیم. اینها خائنند به مملکت ایران. این بخش اول عرضم. اولش گفتم خارج از موضوع، آخر سر اگه دیدید سلام مملکت نیست بفرمایید. دوم، معاون رئیس جمهور گفته من در انتخابات، خبرنگار ازم سوال کرد که ترامپ داره رئیس جمهور میشه چی کار میکنید؟ گفتم باهاش مذاکره میکنیم. ما اصلا ابایی از مذاکره نداریم، ما گفتگو میکنیم، باید بریم مذاکره کنیم. بالاخره نمیشه که مسائل مملکت رو هوا نگه داشت. همین کسایی که 40 سال به امید مذاکره با آمریکا مملکت رو هوا نگه داشتن طلبکارم شدن. آقای قالیباف، شما از ما ارجح‌تری به قاسم، شما رفیق قاسمی، قاسم سرش گذاشت رو شونه شما گریه کرد. آقای قالیباف، این رسما معاون رئیس جمهوره، میگه ما میریم با آمریکا. شما چی کاره میری با آمریکا مذاکره؟ آقای قالیباف، این طلبه با غیرتش خوش درخشید، میگه ما قراره چی هفته بریم اینا برن تصویب کنن. چی را تصویب کنن؟ نوکری آمریکا را. این درست گفت. وقت این نیست ما الان بشینیم بگیم آیین نامه. برادر من صراحتا داره میگه ما میریم با آمریکا میشینیم. کی باید تو دهن این بزنه؟ رفیق حاج قاسم یا من؟ آقای قالیباف، اون هفته من به شما عرض کردم امام به فرماندهان گفت اگر احتمال دادید این رفتاری که دارن میکنن و در روزنامه ها میبینید برای این باشد که میخواهند مملکت را هل بدهند در بغل آمریکا، باید در مقابلش بایستید، نه اینکه اول یقین کنید. قالیباف عزیز، من تو جبهه شاگرد تو بودم. احتمال نمیدی میخوان مملکت هل بدن تو بغل آمریکا. آقای عبدالعلی زاده اگه این حرفا رو جلو مردم تبریز میزد، مردم تبریز دهنش خورد میکردن. این چه وضعیه واقعا راه انداخت؟ بله، من خارج از موضوع صحبت کردم، ملت ایران، ولی اینا میخوان مملکت رو بفروشن به آمریکا. اون ظریفشه، این عبدالعلی زادشه، اون یه دیگری سخنگوشه. آقا، من به عنوان یه مالیات دهنده ایرانی راضی نیستم یک قران از مالیات من قبل از اینکه خرج غزه بشه بره برای لس آنجلسی های پوفیوز خرج بشه. همشون میخوان افتخار کنن که ما دلمون برای لس آنجلس سوخت، ما 1.5 سال خون تو دلمونه برای غزه. اون سخنگوش میخواد خودش آدم نشون بده، برای غزه سخنرانی میکنه. آقای قالیباف، تو جلودار مایی، تو فرمانده مایی. والله این از صمیم قلب میگم، ما امیدمون به توه. بیست جلو اینا. مملکتم خیلی ممنون، متشکرم.